من با یه معضل جدیدی توی سریال زخم‌کاری مواجه شدم. اونم اینه که آدمو وقتی میمیرن آدم مطمئن نیست که اینا رو قرار نیست ببینه. اینا روحشون برمیگرده. ما باید با این قضیه چیکار کنیم به نظرتون؟ آیا واقعا پدر سیما مرده؟ آیا در قسمت‌های آینده خبری از روحش هست یا نه؟ همه اینا توهم مالکه یا قدرت شیشه است؟ قسمت دیدیم که دیگه مالک واقعا توهم زده، به خاطر اینکه ما صحنه‌ای داشتیم که بعد از شنیدن خبر مرگ بابای سیما ترسیده و داره با شخصی تو اتاق حرف میزنه که روحه و بعدش هم خودش اذعان میکنه که این روحه، چون سیما وقتی ازش سوال کرد داری با کی حرف میزنی گفت هیچکی. من با رضا هاشمی حرف میزنم تلفنی. خب با این جوابی که به سیما داد و پیچوندش، یعنی آقا من با روح‌ها در ارتباطم ولی به تو دارم دروغ میگم. صحنه به شدت عجیب و تابلو این قسمت صحنه‌ای که سیما بعد از اینکه باباش میمیره فقط یه دونه آکاردئون میزنه در وصف پدر بینواش که کشتنش داخل تیمارستان و این حجم از ناراحتی بعیده، یعنی مثلا بگو بابات بمیره بشین آکاردئون بزنی. حالا بدتر از اون سیما نه تنها آکاردئون میزنه در ناراحتی و سوگواری برای پدرش، بلکه یک لباسی پوشیده شبیه پاپیون از زیر سینه اینجوری یه بند پاپیونی زده نشسته رو تخت کنار همسرش. مالک میگه فردا میخوام برم شمار گالری، اصلا بابا رو یادش رفته. آدم یاد این لباس تن سیما رو میبینه یاد موزیک ویدیوهای کوجیزادوری میفته که بیشتر کار منصور رو مثلا این تهیه کرده. آدم احساس کنه یکی از زنای توی موزیک ویدیو مثلا اندیه. میدونید چی میگم؟ بعد روز ختم باباش، مراسم یادبودی که مالک برای باباش گرفت، یه کراپ چرم ناموسن چرم پوشیده بود، نصفه روش هم بارانی. آقا چطور ممکنه کسی باباش مرده باشه اینقدر حالش خوب باشه؟ بالاخره یه جایی یه فکری چیزی خاطری از بابات بهت میاد، یه فشار میاد به چند جد. مگه میشه اون کراپ پاره نشه؟ اونم کراپ چرم به اون تنگی. شوخی میکنین با ما؟ چقدر خوشحال طرف. مگه میشه؟ این چه سوگواری. درست مرگ بابا سخته ولی پول همه چیزو آسون میکنه و تو میتونی با یک کراپ تاپ وسط مراسم ختم بابات بدرخشی. فلش واسه اکسش اونقدر تنگی دلش تو کراپ تاپ معلوم میشه. یه سوال ذهنمو درگیر کرده، چرا معتادا وقتی میخوام مواد سنگین بزنم مثل شیشه میشینن، اونم اینجوری زانوهاشون؟ خونه بابا. آره اینجا بابا مرده. ما حالت نشستن هادی موقع مصرف سنگین اون موادی که آبروشو برد و بیابروش کرد چقدر شبیه حالت نشستن رضا عطاران تو سریال بزنگا بود. چون تو بزنگا رضا عطاران معتاد بود به تریاک. اینجا به نظرم قدرت شیشه است که اینجوری اینا رو بی لول و اصلا بی‌ناموس کرد این دو نفر رو. ای قدرت شیشه، ای قدرت تریاک، ای قدرت کراک. این دو نفر رو یه کاری کرد که دیگه بره هادی پی کارش، مگه اینکه هادی بخواد با یه نقشه برنامه چیزی برگرده که پانی بهش بده و خودشو به فنا بده. یه سوال، کجای رضا هاشمی ترسناکه؟ من احساس میکنم شبیه این هندونه فروشاست. یعنی من اگه بودم سوار ماشینی بودم میخواست منو تهدید بکنه میگفتم بیا برو بابا سیرابی. بعد یه کاردم در آورد بدتر شد اوضاع. من نمیفهم خانم روحی چجوری از این بچه ترسید. این باید بهش بگه بابا این کاردو ببر باش هندونه پاره کن، زر نزن برای من بابا. میدونی چه جذبه یه قاتل ترسناکو نداره. آدم احساس میکنه یاد لافزنه که ارزه اصلا جنایت کردن رو نداره. نمیخوام بد بگم و گیریم و لباساش به نظر من جالب نیست، نمیخوره به آدم دیوونه. بیشتر خندم میگیره. مثلا روز عروسی مالک قشنگ جفتک مینداخت، من کلی بهش خندیدم ولی نمیتونم ازش بترسم. نظر شما چیه؟ گیریمش خوبه؟ به نظرتون در اومده؟ فرشاد قاتله یا نه؟ شما فکر میکنین که یه جوری مصنوعیه؟ مهرابه‌ای که سمیرا در وصفش گفتش که پانی رو اینجوری نگاه نکن، پانی یه موقع آشپزخونه داشته تو مالدیو. آقا اسم این مواد فروشا رو چرا خراب میکنه؟ اینا یک تقدسی دارن برای ما به اینا احترام میذاریم. مثلا من متیو مک‌کنه این رو رئیس یک گلخونه تو ذهنم تصور کردم، نمیتونم جاشو بدم به مثلا چیز، چطور بهتون بگم، پانی، به مهراب شریفینیا یا مثلا علی مصطفی. یه کاری کردن که دیگه این شغلا برای ما مسخره شده، قداستش از بین رفته. نکنین این کارو. ما یه ابهت این چیزا برامون داره، ما به هر کسی نمیتونیم توی این نقشا بذاریم. نکنید. و پانی چقدر زرنگ شده این فصل قبلی انگار نگاه چقدر بابو گلابی بود، حالا هر چقدر پانی زرنگ شده سیما کلا ول کرده. خب اما یه نکته ته دلم مونده درباره مراسم خاکسپاری بابای سیما. چرا مهمونا رو نمیشناسیم؟ مثلا یه 4-5 نفر دور هم جمع شدن سر یه میز اسمشو میذارن، مثلا یاد بود فکر می‌کنم ما خریم نمی‌فهمیم. بابا مجلس خط مثلا این شکلی نیست، باید خیلی شلوغ باشه. طرف بالاخره توی یه فامیل باید 100 نفر آشنا داشته باشه. سیما خیلی گریه کرد برای باباش، ولی به نظر من قسمت بعدی باباش داره تو خونه براش چای میریزه. اتفاقا سیما هم به مالک تو توهم زدن میپیوند و جفتشون میرن پیش عزیزاشون. مالک میره پیش بچه‌هاش، سیما هم پیش بچه‌هاش و باباش و شوهر قبلیش. چه شود دعوا میشه، رو تو رو میشه.
و طبیعتا بعد از اونم ممکنه شفاعت از اون جایی که کلا نقش منفی بهش میدن روحش هم ممکنه خراب باشه، توف به اون ذاتش بیاد، به مالک بگه که ببین فکر نکنی آسدیا مثل این پسر تو جان سخت که وحید رفت به فرزاد گفت، وحید مرحوم به فرزاد گفت ببین من آنباکسینگشو فلان کردم و باعث شد فرزاد هولش بده سرش بره زیر کامیون. اینجا شفاعت هم ممکنه به مالک همینو بگه، مالک هم دچار شک و تردید بیشتری بشه و بخواد بیا سمت چیز کنه، بخواد شفاعت و انتقام بگیره ازش، ولی نمیتونه چون مالک زنده است، اون روح خلاصه. بچه زرنگی زدی بردیا. من و سیما ما دوباره شاهد حضور این دو بی ارزه هستیم، اونم وسط حیات ویلای مالک و روز تشییع جنازه که با این که مثلا هادی داره گند میزنه میرن به پسر فرنهاد حمید میگن، به حمیدم نتونست جمعش بکنه، یه دونه مشت زد تو صورتش و حریفش نشد. و من نمیدونم حمید که هم قد هادی نتونست بزنتش چطوری مالک یه دونه زد در گوشش، و مالکی که اینقدر مثلا جذبه داره چرا فقط یه چک زد؟ یعنی باید اینو با لغت اینقدر میزد مثلا. بالاخره میدونی چی میگم، من انتظار خشونت بیشتری از مالک داشتم، حالا نه اون کارایی که امیر جعفری میکرد تو اون سریاله که الان یادم نمیاد، ولی اونقدر حجم از خشونت رو قبول ندارم، ولی خشونت بیشتری رو دوست داشتم مالک خودش نشون بده برای هادی که این کار نکرد، یه چک زد و بعدش هم گفت ببرینش، که حالا به نظر میکشدش دیگه با این گندکاریایی که این کرده قطعا. ولی پسر فرنهادم خیلی بی‌عرضه است، یعنی اصلا این فصل هیچ نقشی نداره، من نمیفهمم چرا هستش توی این سریال. بعد دیدیم که چطوری هادی تونست یه دونه بادمجون هم بکاره پای چشش، واقعا حضورش بی‌خاصیت گونه است حمید، با اینکه میشه ازش انتظار داشت یه کارایی بکنه. یادتونه که تو سریال رهایم کن چقدر بالاخره یه حضور بدی نداشت بنده خدا، اینجا خیلی هویچه، خیلی خیاره. خب ویدیو تموم شد، منتظر قسمت بعدی تحلیلش باشین. دقیقاً روز جمعه بعد از تموم شدن زخم کاری من تحلیل و بررسیشو میذارم که کلی با هم دیگه بخندیم، سوتی کم نداره. من چیزای دیگه رو موندم دیگه، وقت نمیشه فعلا. خدافظ.